بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و حمد بی پایان ذات یکتا و بی همتایی را که ما را از تاریکی های جهل و نادانی به سوی روشنایی ایمان راهنمایی کرد و درود و سلامی بی پایان بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر خاندان و یاران پاک گوهر او باد. خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه. خدمت تک تک شما عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان می باشید از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. به اجازه شما عزیزان و بزرگواران خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر جایی که هستند عرض سلام و ادب دارم و امید است که الله متعال ما را همیشه در پناه خودش نگه دارد و ما را در پناه خودش داشته باشد. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین استاد گرامی، خوشحالم که باز هم شما در استودیو با ما هستید تا پیرامون بحث این هفته برنامه بازسازی اندیشه همراه با بیننده های عزیز و گرامی بحث و پرسجویی داشته باشیم. خب استاد گرامی، همون گونه که بیننده های عزیز و گرامی هم مطلع هستند در برنامه گذشته پیرامون مفهوم و تاریخچه و اصول و ضوابط دموکراسی صحبت شد و اصول و ضوابط به صورت مفصل بیان کردین. حالا می‌خوایم در این برنامه راجع به اصول و ضوابط دموکراسی، یعنی اصول و ضوابط دموکراسی را می‌خوایم در پرتو شریعت اسلامی، در پرتو اندیشه اسلامی به بررسی بگیریم که آیا با اسلام و با اندیشه اسلامی سازگاری دارد یا خیر. جناب استاد، قبل از این که به این موضوع بپردازیم اجازه بدین یک مقدمه کوتاهی در مورد تعریف دموکراسی داشته باشین تا شاید بعضی از بیننده ها با ما جدیداً پیوسته باشند. چه بهتر از این استاد بفرمایید. دموکراسی حقیقتاً همان مردم سالاری است که در تعبیر فارسی به آن مردم سالاری میگن و یا اینکه حکومت مردم بر مردم و تصمیم گیری مردم بر مردم، به این میگن دموکراسی. و ما در مورد اصول و مبانی و قواعد اساسی دموکراسی در هفته گذشته صحبت کردیم، چنانچه شما هم تذکر دادین و ما گفتیم که در 4 اصل حقیقتا دموکراسی بنا یافته، اگرچه بعضی آمدن اصول دیگه هم با آن دادن اضافه کردن که فکر میکنم اینها یعنی برگرفته از همین اصول 4گانه هست. میشه بگیم شاخه های 4 اصل. بله، 4 شاخه هایی میتونه از اون باشه و فروعاتی از اون باشه. این 4 اصل رو اول گفتیم که دموکراسی تمرکزش بر اینه که باید نظام زمینی باشه، نه آسمانی باشه، نه آسمانی و الهی، باید یعنی زمینی مرجع باشه. مرجع حکومت مردم باشن. بله. نه فرامین و دستورات مرجع حکومت، مرجع تصمیم گیری، مرجع قانون، مرجع قضا، تمام اینها باید مردم باشه. عجیب. اصلا مرجع قانون باید مردم باشه. این اصل اولش هست. اصل دوم اینه که ما گفتیم در دموکراسی متاسفانه مسئله اخلاق معیار نیه. اخلاق بر اساس هر منطقه و جا و مکان،
هر چیزی که در همان جا شناخته شد اگر در یک کشوری همجنسگرایی به عنوان اخلاق شناخته شد، آن هم جزئی از اخلاق میشه. اصل اخلاقی به شمار میره. اصل اخلاقی به شمار میره و هیچ نوع مشکلی هم با آن نباید کسی داشته باشه و حرفی هم به علیش نزنه، چون قانون شده، اخلاق شده، خلاص تمام فیصله شده. این یکی از اصول و مبانی دموکراسی هست که ما در هفته گذشته در این مورد مفصل صحبت کردیم و همچنین گفتیم که آزادی بدون قید و شرط، دموکراسی آزادی بدون قید و شرط میده، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی دین، آزادی فکر و اندیشه، که هر کدام اینها حقیقتا بعضی درست و بعضی نادرست و بعضی ها که درست هم هست حقیقتا در لابلای لفافه یا کلمات شیرین متاسفانه مخفی شده که حقیقتش غیر از آن است. مزین میسازن اما حقیقتش بله به تطبیق نمیگیرن. بله. وقتی آزادی میگن آزادی که خودشان میخوان، آزادی که خودشان در ذهن دارن. بله. آزادی که به نفع و مصلحت سردمدارای دموکراسی است فقط. بله. و همچنین انتخابات اصل چهارم، انتخابات بدون توجه به خوب بودن و بد بودن و یا بنا برای اکثریت بگین، بنا برای اکثریت، هر چی که اکثریت باشه و اکثریت هر چی که بگه حرف اکثریت است، اگرچه به باطل هم باشه. این اصل دیگری از اصول و مبانی دموکراسی هست. این چهار اصل حقیقتا که ما در هفته گذشته به بعضی از فروعات اینها هم پرداختیم، صحبت کردیم. اگر خواسته باشیم در مورد تک تک از اینها صحبت بکنیم و پیرامون این اصول و مبانی از دیدگاه قرآن و از دیدگاه اسلام به صورت کل بگیم، از دیدگاه اسلام صحبتی داشته باشیم، حقیقتا آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فراوان هست و به تک تک از اینها ان شاء الله خواهیم پرداخت. مثلا اصل اول زمینی بودن نظامه. زمینی بودن نظام دموکراسی. بله، زمینی بودن نظام، یعنی مادامی که ما به دموکراسی سرخم کردیم باید به این هم سرخم بکنیم که نظام باید زمینی باشه، نظام و حکومت و قانون باید زمینی باشه، نه آسمانی و الهی. و ما اگر یادتان باشه جناب استاد، وقتی که در تاریخچه این صحبت کردیم گفتیم مادامی که از کلیسا خارج شد این فکر و علتش کلیسا بود، علت به وجود آمدنش هم این بود که کسایی که این فکر را گذاشتند خواستند که دین مسیحیت را از سیاست و یا از نظام و از قانون جدا بکنن. هدفشان اصلا این بوده. هدف از گذاشتن این قانون یا هدف از گذاشتن این فکره این بوده که باید نظام چی باشه؟ نظام زمینی باشه، نه الهی آسمانی. چون میدانستند که نظامی که خودش را، حکومتی یا قانونی که خودش را به الله نسبت میده که قانون کلیسا یا قانون مسیحیت یا نصرانیت بود، نمیتونست برنامه درست به اینها داشته باشه، اینها رو به جهت بد کشاند، از اینها سوء استفاده کرد، از مال اینها سوء استفاده کرد و اونها جنت و بهشت فروخت و به همین ترتیب خرافات دیگری که در میان اینها منتشر شده بود. یعنی در نتیجه سوء استفاده کلیسا از دین نظام دموکراسی رونما گردید و هدفش چی بود؟ هدفش این بود که باید این نظام و قانون زمینی باشه، تصمیم خود مردم بگیرن، نه اینکه نظام تصمیم از کلیسا گرفته بشه، تصمیم از کتاب مقدس گرفته بشه، بلکه باید تصمیم مردمی باشه. به دروغ کاش که تحریف شده نمی بود. بله حقیقتا. حالا منظور من این است که جناب استاد وقتی که این فکر آمد هدفش این بود که باید قانون زمینی باشه. حالا اینکه خودش را مسیحیت و نصرانیت نسبت میداد به الهی بودن یا آسمانی بودن، آن بحث جدایی هست. منظور ما این است که همین که حالا به عنوان قانون الهی شناخته شده بود، افرادی که این را ساختن، این فکر را ساختن، آنها معتقد بودند که اون فکر الهیه. اونها معتقد بودن، به همین واسطه خواستن که این فکر الهی را، فکر آسمانی را عوض بکنن و فکر جدای بسازن که کلا فکر زمینی باشه، تصمیم را مردم بگیرن، انتخاب را مردم بکنن، قانون را مردم بگذارن و نظام به دست مردم باشه. اما این در مورد مسیحیت جناب استاد و حقیقتا در مورد مسیحیت چیز بعیدی شمرده نمیشه، یعنی چیز بعیدی دیده نمیشه. چون در مسیحیت اگر شما در کتاب اناجیل چهارگانه بازگشت بکنین یا در نامه های پولس مراجعه بکنید، چیزی به نام سیاست نمیبینین، چیزی به نام نظام نمیبینین که یک نظام تشکیل داده باشه. بنابراین این فکر به اونها شاید مناسب بود،
به اونها مناسب باشه و مناسب هست، اگرچه به هر حال بعضی ها قبول نکنند، ولی در میان اونها یک فکره خوبی بوده در میان مسیحیت. اما اسلام نه. اسلام که آمد جناب استاد همچنان که با عقیده آمد، با فقه آمد، با سیاست هم آمد و آخرین دین است البته، و آخرین دین و کاملترین دین قابل دینه. تبدیل و تحریف و این است تا روز قیامت. این دین امتداد داره و این دین برای مردم در راستاهای مختلف زندگیشان راهکار داره بله. و مشکلاتشان حل میکنن، نیازهایشان برطرف میکنن. بله، مادامی که اسلام نتونه به عنوان یک دین آخرین دین و کاملترین دین که الله متعال در سوره مبارکه مائده آیه 3 میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین را به شما تمام کردم و نعمتم را بر شما اتمام رساندم و راضی شدم به شما به عنوان دین. دین را الله متعال تکمیل کرده و رسول الله علیه و السلام مثال بسیار جالب میزنن. این حدیث در صحیح مسلمه، در صحیح مسلم رسول الله علیه و السلام میگن که من مثل این است، مثلا من میگن مثل این است که یک کس میایه خانه را میسازه، فقط یک خشت باقی میمانه و او خشت باقی مانده من هستم. یعنی رسول الله علیه السلام که آمدن دین دیگه کاملا تکمیل شده. یعنی فقط یک خالیگاه به اندازه یک خالیگاه بودن خالی شد، کامل شد. پیامبر علیه السلام آخرین پیامبرن و زمانی که رسول الله علیه السلام میان این خشت جامعه را میگذارن و تمام میکنن، به این معناست که باید در تمام موارد برنامه داشته باشن. حتی یک بار فکر کنم این حدیث را بیان کردم، حدیث که یکی از اصحاب پیامبر سلمان هست، کسی برایش میگه که حتی پیامبر شما برای شما رفتن به قضای حاجت یاد میده، میگه بله، حتی الخراء رسول الله علیه السلام حتی همین را هم برای ما یاد دادن. یعنی چیزی پیامبر علیه السلام ترک نکردن، تمام چیز برای ما دستور گفته شده. مثلا وقتی ما در فقه اسلامی جناب استاد مراجعه میکنیم، از 4 بخش فقه اسلامی یک بخشش مربوط میشه به عبادات. ولی 3 بخش دیگه به معاملات برمیگرده. 3 بخشش کلا به معاملاته، یعنی مسائل روش زندگی کردن، روش تعامل با دیگران. مثلا یک بخشی از فقه اسلامی و از احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم و از آیات قرآنی برمیگرده به مسائل سیاسی. مسائل سیاسی، چگونه شما حکومت داری بکنین، یک کسی که حکومت داری میکنه باید دارای چی شرایط باشه، بر سر مردم چی حکومت بکنه، حق مردم بر او چیست، حق او بر مردم چیست. و به همین ترتیب مسائل فیء و مسائل غنیمت و مسائل جهاد و طریقه جهاد کردن و طریقه تعامل حتی با کشورهایی که به هر صورت اونها حتی مسلمان نیستن و با مسلمان ها در جنگ نیستن، چگونه با اونها تعامل بکنین، چگونه روابط بین المللی و روابط دولی با هم دیگر داشته باشین. یعنی به این معنی که جناب استاد علی برخیا که نظام دموکراسی را به حیث یک نظام و یک قانون بدیل برای دولتداری و برای حکومتداری میپذیرن، یکی از بهانه هایشان است که شریعت اسلامی برای حکومتداری نظام مشخص، راهکارهای مشخص نداره. اما طبقی که شما گفتین متاسفانه کسایی که این بهانه را، این مسئله را یک بهانه قرار میتن، گپشان یا حرفشان حرف پوچ و تو خالی است. چرا که شما طبقی که شما گفتین یعنی 3 بخش فقه اسلامی ما را معاملات تشکیل میده، یک بخش عبادت. پس در عرصه دولتداری در کتاب‌های فقه مفصلا بیان شده، به صورت تفصیل جناب استاد بحث شده. فردی که این حرف را میزنه از 2 حال خالی نیه. یا اینه که فرد جهل بسیط داره که اصلا هیچی نمیفهمه، یا جهل مرکب داره که میفهمه خودش را به نافهمی میزنه. از این 2 حال خالی نیست جناب استاد. و الا اینکه اگر فردی از اسلام آگاهی باشه، از کتب فقهی و از کتب عقیدتی آشنایی به اینها داشته باشه و فهمی در این مورد داشته باشه و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در باب خلافت یا در باب حکومتداری رسول الله علیه السلام حرفای زدن و آیات قرآنی که رسول الله علیه السلام را حکم میکنه یا کل امت اسلامی را حکم میکنه که حکم فقط حکم اللهه، حکم کسی دیگر قابل اعتبار نیست. و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ان احکم بینهم بما انزل الله، آنچه را که الله برای دستور داده در میان مردم حکم کن. آیا امکان داره که الله متعال سبحانه و تعالی پیامبرش را و امت اسلامی را و مردم را و بشر را به سوی چیزی دستور بده که وجود نداشته باشه، به سوی یک عدم
به سوی یک چیزی که اصلا وجود خارجی نداره دستور بده، این غیر ممکنه. این توهین به دین الله و توهین به الله سبحانه و تعالی و توهین به قرآن کریم هست. و ما گفتیم که این افراد از این دو حال خالی نیستن، یا نمیفهمن یا خودشان را به نفهمی میزنن. و الا قسم گفتین جهل بسیط دارن یا جهل مرکب. به این معنی جهل مرکب که میفهمن اما عناد میکنن، خودشان را به در نافهمی میزنن، به در نافهمی میزنن، یا اینکه اصلا نمیفهمند. بعضی از اینها حقیقتا جناب استاد، من با بعضی اینها برخورد کردم، با بعضی اینها صحبت داشتم. این بیچاره ها اینقدر عاجزن که هیچ چی نمیفهمن از دین. فقط اینها متأثر شدن از کتب مستشرقین، متأثر شدن از کتبی که شاگردان مستشرقین در لباس مسلمان ها، که همانا بنده به اونها منافق میگویم، حقیقتا اینها منافقند که با لباس اسلام از کتب مستشرقین برای مردم توضیح میدن، در حالی که میدانن خودشان. این بیچاره ها متأثر شدن و اینها در جامعه، بعضی از اینها به نام روشن فکرها و افراد فکر باز، انسانهای بدون افراط، انسانهای معتدل معرفی شدن متاسفانه، که حقیقتا اینها از دین هیچی نمیفهمند و متأثر از کتبی هستند که خود آنها هم نمیفهمند که این کتب را کی نوشته. بعضی از این کتب حقیقتا نویسنده‌اش معلوم نیست یا نویسنده هایش معلومند، مشخصه که یک مستشرقه، مشخصه، واضحه. من چند وقت پیش جناب استاد با یکی از اینها صحبت میکردم، با یک کمونیستی بود. حقیقتا وقتی که بحث اسلام شد، بعضی از شبهاتی آمد مطرح کرد، شبهات رو جواب دادم. برای گفتم تو اینها را از کجا میگی؟ گفت از فلان کتاب. برای من گفت برو فلان کتاب مراجعه کن. این کتاب رو کی نوشته؟ یک چینایی کمونیست نوشته. اسلام را میخواد از دید یک کمونیست بشناسه. این تعجب آوره جناب استاد. من تعجب میکنم اینها هم متاسفانه مستشرقین تلاششان در اینه که بپالن داخل کتب اسلامی روایات تاریخی که ضعیف، دروغ، اصلا اساس نداره، یا روایاتی که به هر حال اینها علما مطرود کردن. الحمدلله دین اسلام تمایزی که داره اینه که با اسناد، با سند، دین اسلام واقعا یعنی یکی از خصوصیات دین اسلام اینه که هر کس نمیتونه هر حرفی بزنه ما قبول بکنیم. سند داره. علمای اسلامی در باب مثلا احادیث دروغ، در باب روایات دروغ و موضوعی و ضعیف کتب نوشتن، مشخص کردن برای ما، و هر کسی که اصول و قواعد حدیث رو بفهمه میتونه که تشخیص بده که این حدیث دروغه، این حدیث صحیحه، این حدیث چیکاره، حکم حدیث را بفهمه. ولی اینها چیکار میکنن؟ چون میفهمن اغلب مردم و اغلب مسلمان ها با این مسائل سر و کار ندارن، چیکار میکنن؟ از کتب مسلمان ها آنچه که روایات دروغ، روایات موضوع، خب علمای اسلامی آمدن اینها را نوشتن، از یک جهت به خاطر این که چیکار بشه؟ این علم محفوظ بشه، از جهت دیگر تا مردم بفهمن. به این واسطه در کتب درد شده که مردم بفهمن که روایات دروغی وجود داره، که اگر کسی آمد برای اونها بگه بفهمن که این احادیث دروغه، این روایت دروغه. به هر حال شاید جناب استاد در یکی از برنامه‌های دیگه به این نقطه اشاره کردم، یا شما اشاره کردن یا کس دیگه اشاره کرد، که واقعا جالب است که برخی از اینها یک حدیث را میاره، میگه در کتاب الموضوعات ذکر شده. در کتاب الموضوعات. اما اگر بپرسی که الموضوعات چی هست، نمیفهمه که الموضوعات چی است. جناب استاد، من دو تا میخوام در این مورد دو تا فکاهی بگم. حقیقتا فکاهی نیه، یکی که دو تا راسته، یعنی فکاهی که حقیقت بیان میکنه. حقیقت. یک فردی سخنرانی میکرد در هر روز، میگفت که در کتاب الموضوعات این فلان آمده، در کتاب الموضوعات فلان آمده. آخر برایش گفتن تو این کتب الموضوعات تو چی میگه؟ چرا از این کتب نقل میکنی؟ این بیچاره نمیفهمیده الموضوعات چیه. گفته کتب الموضوعات کتبیه که موضوعات رو جمع کرده، هر موضوع در اونجا جمع میتونی که بری از اونجا موضوعات رو بگیری، برای مردم سخن بگی، برای مردم تبلیغ بکنی. بابا جان، الموضوعات احادیث دروغه. موضوع یعنی حدیث دروغ. داستان دیگری که یکی از دوستانم نقل کرد، این حقیقته، این آدم ثقه‌ای هست و این از استاد خود نقل میکرد. گفت یک نفر روی منبر همیشه استاد میشد، هر حدیثی که میگفت رواه مسلم. بله. آخر از این پرسان کردن بابا جان، بعضی احادیثی که تو میگی اصلا در صحیح مسلم وجود نداره. گفت نه، من منظورم که میگم رواه مسلم یعنی که یک مسلمان روایت کرده. حقیقتا جناب استاد، این بعضی از اینها متاسفانه مرض دارن، بعضی از این بیچاره ها نمیفهمند. خب میان سر اصل موضوع دموکراسی، که این بحث دموکراسی ما گفتیم که متاسفانه اینها یعنی نمیفهمند.
اگر بفهمند در اسلام و در قرآن و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت تفصیل در مورد این صحبت شده. مثلا این که میگن اصل اول در دموکراسی این است که حکم یا نظام باید زمینی باشه و قانون باید زمینی باشه. من به بعضی از آیات قرآن کریم اشاره میکنم که الله متعال میگه حکم باید آسمانی باشه. حکم باید آسمانی باشه. تصمیم به دست مردم نیست. بله. مردم برای خود قانون نمیسازند. مگر اشاره کردم در برنامه گذشته هم بعضی از قوانین مثل قوانین ترافیکی اینها اشکال نداره، اینها مخالفت با شرع نداره، مخالفت با قرآن نداره. نظامی که مخالف قانون اسلام باشه، مخالف قانون قرآن باشه، مخالف آنچه باشه که شرع آن را دستور داده، کسی حق نداره در این مورد. وقتی منافی شرع نباشه و به منفعت مردم باشه اشکالی نداره. بله، در مسائل یعنی مهم و اساسی که اسلام آنها را آماده پایه گذاشته، کسی حق نداره که بیای قانون دیگری برای مردم تشریع بکنه. اما این استدلال طرفدارای دموکراسی هم میکنن، میگن وقتی دموکراسی مشکلات مردم حل میکنه شما چی مشکل دارین با دموکراسی؟ مادامی که ما مثل مسیحیت عاجز و مسکین می بودیم، نظامی برای خودمان نمی داشتیم، خلاص از دموکراسی استفاده می کردیم. ولی مادامی که ما قانون بهتر از دموکراسی داریم، چی نیازی به دموکراسی داریم؟ و اصول دموکراسی هم منافات و تضاد با اسلام داره. نه تنها که با اسلام داره، حتی با عقل بشر داره. حتی با عقل بشر داره. جناب استاد از نظر عقلی بیاین ببینین. حالا آیات قرآن هم میگم، بفرمایید. ولی بیاین از نظر عقلی یک دیدنی بکنیم. خیلی خوب، من و شما دو نفریم. بله. آیا در تمام چیز هم فکریم؟ نه خیر. یک قانونی بگذارین، شما یک قانون بگذارین، من یک قانون. قانون کی رو میخواین؟ همین که گفتین قانون بشری یا قانون زمینی. به کدام قانون اعتماد کنیم؟ اکثریت. خب باز یک افرادی هستن با اون مخالفن. خب افراد مخالف است در نظام، اصل نظام دموکراسی نیست که یک اکثریت وقتی اغلبیت تصویب کردن. جناب استاد، من منظورم اینه که اصل این نظام خودش با هم در تضاد و اصل این نظام با عقل بشر در مخالفت قرار داره و در تضاد قرار داره. درسته که اکثریته، ولی اون افرادی که باز قبول ندارن چیکار بکنن؟ میشه گفت شما در یک جامعه افراد نفهم، افراد جاهل، افرادی که منفعت و مصلحت نمیفهمن یک اکثریت باشن. بله. اینا اگر وقت با یک اقلیت مثلا 5% که از علم و از درایت و از فهم و از منافع مردم آگاهی دارند و مطلع هستند، اگر در تضاد قرار بگیرن، باز اینجا کاملا این باز کاملا برعکس میشه، کاملا همه چیز به هم میریزه. و ما انشالله در این مورد صحبت میکنیم. در مورد رأی به اکثریت و اکثریت آیا قابل اعتبار هست یا نیست، در این مورد صحبت میکنیم. میاییم مثلا در مورد نظام که قرآن کریم برای ما مشخص میکنه که حکم از آن کیست یا نظام و قانونگذاری از آن کیست. ما در برنامه گذشته جناب استاد اگر یادتان باشه اشاره کردیم در باب اصول و قواعد دموکراسی. گفتیم که اصول و قواعد دموکراسی اصل اولی که قانون زمینی باشه، در نظام زمینی باشه، از طرف مردم باشه، از طرف مردم باشه، حاکمیت از آن الله نباشه. ارکان نظام و ارکان حکومت بر سه چیز استواره. بر سه قوه استواره: قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه. قوه مقننه کارش چی است؟ قانون گذاری. قانون میگذاره. قانونی که حتی مخالف قانون آسمانی باشه. خلاصه اکثریت رأی بدن، مشکل حله. مشکل حله. اگرچه در بعضی از این کشورهایی که اسلامی خودشان را به هر حال دولت یا جمهوری اسلامی میدانند، متاسفانه در قوانین خود درج کردن، در قوانین اساسی خود درج کردن در طول زمان برای فریب مردم که قانونی نمیتونه جز قانون اسلام باشه. باز بعد آمدن دموکراسی را هم در آن درج کردن. تحقق دموکراسی در ماده قانونشان وجود داره. و یک عده به خاطر عاجز ماندن خودشان و به خاطر عجز و ناتوانی خودشان در مقابل قانون اسلام و نافهمی خودشان و جهلشان به قانون اسلام چیکار کردن؟ یک آمدن چیز دیگری ساختن به نام دموکراسی اسلامی. خب این نکته را حتما ما روش صحبت میکنیم. دموکراسی اسلامی باز به این ماده هایی که در این قوانین نوشته شده چیکار کردن؟ به این باز آمدن بها دادن به توسط این قانون خود. به هر صورت ما گفتیم قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه، این سه قوه‌ای که حکومت را تشکیل میده. حقیقتا اساس و مبنا و اصولهای اساسی و قواعد اساسی این نظام چیه؟ این سه قوه‌ایه. اگر استاد اجازه بدین فقط من اینجا واقعا جالب است که در فصل اول ماده 6 قانون
اساسی افغانستان ذکر میکنم یک دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد. میبینید که کلمه دموکراسی در واژه دموکراسی جا داده شده. متاسفانه وقتی در این قانون اساسی حتی اگر شما در مقدمش هم مراجعه بکنین صراحت میگه که این قانون بر اساس دموکراسی گذاشته شده. در اول در مقدمش، در حالی که میگه قانون اسلامی است. وقتی قانون اسلامی شد این در تضاد بله ماده دوم و سوم چیز دیگری میگه. میگه که قانون اسلامیه و جز قانون اسلام قانون دیگری نمیتونه تطبیق بشه و به هر صورت متاسفانه این تناقضات در کل وقتی الله متعال میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، هر قانونی که غیر از قانون قرآن و قانون الهی باشه در اوی تضاددار شما میبینین جناب استاد. این تناقضات در او وجود داره، امکان نداره وجود نداشته باشه. این بشر ساخته، عقل بشر خیلی قصور داره جناب استاد. هر کس یک فکر میکنه، هر کس بر اساس همان عقل و بر اساس همان اندازه و توانی که داره فکر میکنه. از اون بالاتر نمیتونه. که تغییر ناپذیر قانون الله که خالق همه عقوله، قانون الله و الله خالق همه انسان ها و خالق همه جهان و خالق همه موجودات و کائنات، چگونه میتونه با هم مخالف باشه؟ ولی قانون بشری میگن که مثلا در فصل پنجم قانون اساسی ماده 90 گفته میشه که شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشه، از جمله تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ذکر میکنه. الله المستعان جناب استاد. متاسفانه در کشورهای اسلامی این افکار رشد کرده و فکر میکنم یک عده افرادی که به هر صورت بیچاره ها نمیفهمن، خودشان عاجزن و توان ندارن که بفهمن این مسائل را، و یک عده دیگه هم در کنار اینها همیشه ما در همچون کشورها و در همچون نظامها افراد خودفروخته و افراد دین فروشی داشتیم که متاسفانه به اینها فتوا دادن. مفتی های درباری که به اینها فتوا میدن، وجهه اسلامی بر بله وجهه اسلامی میدن، وجهه اسلامی میدن خیلی راحت و همین مانده که بگن جمهوری اسلامی آمریکا، همین مانده و نمیفهمم شاید امیدوار هستم که روزی از روزها جمهوری اسلامی شود. ای کاش بشه، ای کاش بشه. نه همین نظام فعلی که روی کار هست، فقط همین مانده که بگن جمهوری اسلامی آمریکا، به خاطری که اوباما اسمش حسینه. یکی از بیچارا گفت که امریکا شهید داده در افغانستان. جالب است. خب استاد اگر اجازه بدید ما به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه میریم، چون میخوام بعد از انشالله میان برنامه اصل اول به تفصیل روش صحبت کنیم. خب بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه با هم میبینیم و بعد برمیگردیم انشالله. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و بحثمان را در ارتباط با بررسی اصول و ضوابط دموکراسی در پرتو شریعت اسلامی پی میگیریم. جناب استاد قبل از میان برنامه داشتین شروع کرده بودین حرف در ارتباط با بررسی اصل اول دموکراسی که زمینی بودن است. بله. در آیات قرآن کریم جناب استاد حقیقتا در این مورد اشاره شده که قانون باید الهی باشه و آسمانی باشه. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه انعام بعضی آیات فقط به صورت کوتاه اشاره میکنه، اگرچه آیات در این مورد بسیار فراوانه. و حتی حکم کسی که به حکم زمینی، به احکام زمینی
فیصله میکنه و حکم میکنه. الله متعال در موردش حکم کرده که انشاءالله در مورد هم صحبت البته استاد میکنه. این شکل نیست که اگر ما بخوایم واقعا اگر پیرامون یک اصل ازی صحبت بکنیم و به آیات قرآنی و احادیث نبوی مراجعه کنیم، فکر نکنم که یک برنامه دو برنامه بتونه حقی مطلب ادا کنه. ما میخوایم فقط به صورت نمونه‌وار هر اصل با ذکر یک آیت یا یک حدیث به بررسی بگیریم. فکر نمی‌کنم وقت آیه جناب استاد به هر صورت به خاطر این جناب استاد من به این موضوع تاکید دارم که فکر جوانان عزیز ما باز بشه. حقیقتا امروز جوانان مسلمان خودشان را فقیر در مقابل این افراد فکر میکنند. والله قسم شیخ، من قسم یاد میکنم که اگر کسی قرآن را یاد داشته باشه، قرآن را یاد داشته باشه، معنا و مفاهیم قرآن را فقط اندکی بفهمه، در مقابل این دموکرات ها و سکولار ها یک شمشیر برانه. در این خیلی راحت میتونه شبهات اینها رو جواب بده، چون شبهه اینها دلیل نیست. اینها دلیل ندارن جناب استاد. فرق در میان شبهه و دلیل، دلیل یک بر یک اصل مبتنی بر یک اصله، ولی شبهه معنایش واضحه، اساس نداره، یک پوشیدگیه. خلاص پوشیدگی رو برمیداری همه چیز گم میشه، مثل سراب. بله مثل سرابه، هیچی نیست. به هر صورت من به این واسطه تاکید دارم تا جوانان عزیز ما متوجه عمق موضوع بشن و بفهمن که الحمدلله اینها غنای فرهنگی دارن، هیچ نیازی به این افکار پوچ ندارن، به این افکاری که امروز به جهت آنها خوانده میشه و یگانه راه نجات خوانده میشه و به خاطر اون خون مسلمان ها ریختانده میشه و در کشورهای اسلامی حمله میشه تا ای که این قانون بر اونها تسلط بیابه و قانون فقط قانون دموکراسی باشه که حقیقت هم نداره، یک وهم و خیال هست. جوانان عزیز ما به این موضوع توجه داشته باشن که ما الحمدلله یک فرهنگ غنی داریم که اصلا نیازی به هیچ کس و به هیچ احد نداریم. به هر صورت اولین آیه‌ای که ذکر میکنم آیتی است در سوره انعام، آیت 62. الله متعال میگه که الا له الحکم، بدانید و آگاه باشید. الا کلمه تنبیه جناب استاد، کلمه تنبیه. اول الله متعال تنبیه میکنه، متوجه میکنه مخاطبین. الا بدانید و آگاه باشید، له الحکم، حکم تنها برای الله است، حکم تنها برای الله سبحانه و تعالی است، نه برای کسی دیگر. در سوره مبارکه یوسف الله متعال سبحانه و تعالی در آیت 40 میگه این الحکم الا لله. این الحکم، نیست حکم و قانونی و دستوری الا لله، مگر خاص برای الله. برخی میگن خاص برای الله که حکم چه معنی داره؟ حکم به معنای قانون، به معنای نظام، به معنای قانونگذاری. بله. که شما فقط به قانون الله متعال سر بنهین و به حکم پروردگار راضی بشین، نه به حکم فلانی و به حکم فلانی که پس گفته میتونیم که قانون به جز قانون الله نیست. بله. وقتی الله دستور میده که فلان امر حلال است حلال، فلان امر حرام است حرام، فلان امر مباح است مباح، دیگه هیچ کسی زیر هیچ عنوانی و هیچ بهانه حق نداره که بیایه به بهانه اکثریت و به بهانه مصلحت این تغییر بده. درست است؟ بله بله بدون شک. هیچ نمیتونه حرف دیگری یا فکری دیگری بیایه جای فکری اسلام یا نظام و قانونی که الله گذاشته جای آن را بگیره ابداً. الله سبحانه و تعالی باز هم در سوره مبارکه یوسف آیت 67 میگه که این الحکم الا لله. این آیت تکراریه جناب استاد. سبحان الله. الله متعال با کسی شوخی نداره، همه موضوعات مطرح میکنه تا کسی باز نیایه بگه که نه دموکراسی اسلامی هم وجود داره. استغفر الله. الله متعال باز در سوره مبارکه غافر میگه فالحکم لله العلی الکبیر. اینجا توجه داشته باشین جناب استاد، بسیار امر مهمیه. حکم فقط برای الله است که او بلند مرتبه و بزرگ هست. آیا کسی دیگه میتونه علی و کبیر باشه تا حکم بگذاره؟ نه خیر، ابدا. پس بناهن این حکم و نظام و دستور فقط آن الله است که او چیه؟ صفاتی داره، صفاتش علیه و صفاتش کبیره، قانونش هم علی و کبیره، بزرگه. هیچ قانونی نمیتونه در مقابل قانون الله متعال سبحانه و تعالی قرار بگیره، چون الله سبحانه و تعالی مطالبی که بیان میکنه بعد در اخیر صفاتی که میاره در قرآن کریم، صفاتی که میاره موافق با آن چیز که الله متعال در موردش حرف زده. این صفات الله علی و کبیر موافق با حکم الله. آیا کسی دیگر
عین صفت را داره علی کبیر؟ نه خیر. صفتی که الله سبحانه و تعالی خواسته الله متعال باشه. خب به هر صورت الله سبحانه و تعالی علی و کبیر هم در اسماء خود، هم در صفات خود و هم در قدرت خود، در توانایی خود. هیچ احدی نمیتونه برابری با او بکنه و مساوات با او بکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء میگه که آیت 59 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بعد میگه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. شرط میگذاره. بله، اگر شما به الله و به پیامبر، به الله و به روز آخرت ایمان دارین، چیکار بکنین؟ اگر در مورد اختلاف کردین به الله و پیامبر مراجعه بدین، نه برای اکثریت. نمیگه به شورای ملی مراجعه بدین یا به ولس جرگه یا به پارلمان یا به مجلس نمایندگان، نه، اکثریت میگه به سوی الله و پیامبر آن را مرجع آنها الله و پیامبره، حلر الله و پیامبر میکنه، نه در مجلس نمایندگان و در مجلس شورای ملی که در اونجا منافق وجود داره، کمونیست وجود داره، مسلمان وجود داره، بیدین وجود داره و ضعیف الایمان وجود داره، همه وجود دارن. اینها بیان تصمیم بگیرن مرجع به سوی اینها باشه؟ نه، مرجع به سوی الله، به سوی پیامبره. پس اگر اینجا میگه اگر کسی ایمان داره، یعنی واقعا مؤمن است، واقعا تسلیم دستورات الله است، راهی به جز این راهی که الله برش انتخاب کرده و نشان داده نداره. بله، در جای دیگر الله متعال سبحانه و تعالی به همین موردی که شما اشاره کردین در جای دیگه چی واضح تر میگه الله تعالی در آیه 65 سوره مبارکه نساء میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یاری شرح کنین جناب استاد. الله متعال میگه فلا وربک، به پروردگارت قسم، برای پیامبر میگه به پروردگارت قسم، الله به خودش قسم میخوره، لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند و مؤمن درست نمیشوند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا ای که تو را حکم قرار ندن در آنچه که در میانشان اختلاف به وجود آمده، تو را حکم قرار ندن، و امروز اگر به سوی طاغوت مراجعه نکنن. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل. الله متعال در ادامه همین آیه میگه، این آیه هم در سوره نساء که الله متعال میگه آیا اینها فکر میکنن که اینها مؤمنن، به الله و پیامبر ایمان آوردن، در حالی که چیکار میکنن؟ به سوی طواغیت مراجعه میکنن. طاغوت هر چی که غیر از حکم الله متعال باشه، هر کسی که غیر از حکم الله متعال به چیز دیگری چیکار بکنه، حکم بکنه، این طاغوته. و الله سبحانه و تعالی در آیات قرآن کریم میگه شما به طاغوت کفر بورزین، به طاغوت کفر بورزین. و از صفات منافقین را الله متعال در سوره نساء بیان میکنه که اینها به سوی طواغیت مراجعه میکنن و الله و پیامبر را ترک میکنن، قانون و حکم الله و پیامبر را ترک میکنن، به سوی طواغیت مراجعه میکنن. طاغوت هر انسان سرکشی که باشه، هر انسان سرکشی که باشه، در مقابل حکم الله تعالی قرار بله، هر کس در مقابل قانون الله و نظام الله قرار بگیره او طاغوته. و هر کس به سوی غیر نظام الهی و به سوی غیر حکم الهی مردم را سوق بده و دعوت بکنه، طاغوته. اینها طاغوتن. الله متعال میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد از اینکه تو به اونها حکم کردی دیگه در خود تنگی احساس نکنن، به حکم تو راضی بشن و یسلموا تسلیما، تسلیم بشن در مقابل حکم خدا و پیامبر، آنچه را که پیامبر کمال خوشی و مسرت او را قبول بکنن و در دلشان. این نشانه ایمان جناب استاد، این نشانه ایمانه. الله سبحانه و تعالی در جای دیگه میگه، باز هم در سوره مبارکه نساء، که اجازه بدین من این آیات را هم به خدمت شما تلاوت بکنم. الله سبحانه و تعالی میگه که به پیامبر دستور میده، میگه و انحکم بینهم بما انزل الله. ای پیامبر، در سوره مبارکه مائده آیه 69 میگه ای پیامبر با آنچه را که الله برای دستور داده حکم بکن. در جای دیگه الله متعال چی میگه؟ در سوره مبارکه مائده، باز هم آیه سوره مائده هست، میگه که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اول در آیه بعدی میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در دو آیه بعد میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این حکم الهیه. هر کس که به غیر نظام الهی و حکم الهی چیکار بکنه، حکم بکنه و دستور بده، این فاسقه، این ظالمه، این کافره. که علما در شرح این آیات آمدن حرفهای زدن، به چیزهای گفتن اگر کسی به حکم الله متعال باور داشته باشه اما به آن حکم نکنه، یا ظالم یا فاسقه. اما مادامی که فردی بیایه بگه که
این حکم به درد 1400 سال پیش میخوره، امروز نمیتونه برای من حکم درستی باشه، یا این حکم، این نظام نمیتونه برای من نظام درستی باشه، یا نمیتونه جامعه را به طرف خوشبختی بکشانه. امروز متاسفانه هست کسایی که این فرد عین شعار میتن میگن این فرد بنا به حکم قرآن کریم الله میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اما اگر از روی نادانی حرف بزنه جناب استاد، آن ما حالا که حکم میکنیم حکم به عین نمیکنیم، یعنی یک فرد خاص نمیگین که او کافر شده. یعنی اگر کسی، الله متعال سبحانه و تعالی در وقتی در آیات قرآن کریم میایه و در احادیث پیامبر وقتی میایه که اگر فلان کار را انجام داد کافر میشه، اگر کسی این کار را انجام داد ما مستقیما اطلاق کفر به او نمیکنیم. این موضوع عقیدتی هست. باید شرایط در او وجود داشته باشه، باید عاقل باشه، بالغ باشه، فهمیده باشه، جهل به او مسئله نداشته باشه، مسئله اکراه نباشه، مسئله اختیار باشه. آن هم که حکم کفر بعد از این توفر شروط یا فراهم شدن شروط در تکفیر یک شخص معین میآید، آن هم وقتی که داخل میشه، آن حکم قاضی ما نمیتونیم حکم بکنیم که فلانی کافر شد، یا حکم یک عالمه که در این مورد آشنایی داشته باشه و این فرد بفهمه که این شروط را نداشته، حالا بر او حکم کفر بر او اطلاق بکنه و بگه این نفر کافره. ما وقتی میگیم که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسانی که به حکم الهی حکم نمیکنن و فیصله نمیکنن آنها کافرن، به این معنا دیگه نیست که هر کس بی از پیش خود فتوا بده بله فلانی ای به حکم الله اجرا نکرد این کافره. و ما همین حرف را نمیزنیم. ما حکم به صفت میکنین، به وصف میکنین، حکم به عین نمیکنین جناب استاد. حکم به وصف اینه که ما وصفش را میکنیم که هر کس این کار را انجام داد الله میگه این عمل کفره و این فرد کافره. اما این که شخص معینی را ما بگین کافر، این باز حکمش جدایه و حکم به تعیین یا حکم معین بر یک فرد مشخص باز این مشکله. به هر صورت الله متعال چی میگه؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. مادامی که فردی بیه شعار بده که حکم الهی امروز نمیتونه تطبیق بشه به خاطر اینکه لیاقت نداره، 1400 سال پیش به درد مردم میخورده ولی امروز نمیتونه به درد مردم بخوره، درد مردم را دوا نمیکنه. اولا این بیچاره از نسخه خبر نداره که داخل این نسخه چی هست، بعد میایه برای مردم حکم میکنه های مردم این نسخه را نگیرین که این بر شما ضرر داره. میگه نسخه فقط در جامعه آن روز، در جامعه که محدود بود، در جامعه که نیازهای مردم مثل امروز به گستردگی نبود، در همو وقت و در همو زمان برای همو مردم قابل تطبیق بود، اما امروز فرسوده شده، کهنه شده. اعوذ بالله. این حرف جناب استاد، این حرف بسیار خطرناکه و ما گفتیم در بحث گذشته هم که بنده اشاره کردم اینه که این حرف را یا یک انسان جاهل میزنه که اصلا از هیچ آگاه نیست، یا انسان معاند میزنه. و الا این که اگر از اسلام کسی آگاهی داشته باشه میدانه که اسلام تا این که قیامت برپا بشه برای عموم بشریت برنامه داره. اگر برنامه نداشته باشه این دین به درد نمیخوره. این دین نمیتونه که حقیقتا مشکلات مردم رو رفع بکنه. دین نمیتونه که دین کامل باشه. بله بدون شک. جناب استاد شما اگر در تاریخ اسلام مراجعه بکنین، وقتی که مسلمان ها در اوج قدرت بودن، وقتی که مسلمان ها قرآن را به عنوان قانون اساسی خود داشتن، ماشاءالله چه افتخاراتی دارن. این کسانی که امروز دم از دموکراسی میزنن اینها در پسترین حالت وجود داشتن. اینها افراد و فرزندان خود را میفرستادن در کشورهای اسلامی، عذر میکردند، زاری میکردند که ما را بگذارین بیاین پیش شما درس بخوانین، یک چیزی از هنر شما، یک چیزی از فرهنگ شما ما یاد بگیرین. وقتی که مسلمان ها را اینها تیتو پراکنده کردن، مسلمان ها کشتن، مسلمان ها قانون مسلمان ها یا حتی بعضی از کتب مسلمان ها اینا به دریا انداختن، نابود کردن. و اگر دستشان به قرآن کریم هم میرسید و اگر الله متعال سبحانه و تعالی حفظ قرآن کریم را به دوش نمیگرفت و الله نمیگفت که انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، اینها چون از قرآن هراس دارند، از قرآن هراس دارند. شما در بعض از کشورهای اسلامی جناب استاد میبینید که شاگردان اینها، شاگردان مکتب اینها همیشه اعلانات میکنن و تبلیغ میکنن که باید مدارس دینی زیر نظر حکومت باشه، باید مدارس دینی اینگونه باشه و آنگونه باشه. هر چی که ما حتی در قانون اساسی وجود داره که مدارس دینی باید زیر نظر دولت باشه و وسایل آن را دولت و منهج آن را دولت تعیین بکنه. چرا؟ چون اینها از قرآن میترسن. به والله قسم جناب استاد، بعضی از اینها خب واضح میگن باید بعضی از آیاتی که در مورد جهاد است و آیاتی که در مورد سیاست اینها از قرآن حذف بشه.
علنی میگن بعضی از اینها، نمیترسن از کسی. در یک کشور غربی رفته، در یک جای غایب شده، در اونجا چی میگه؟ میایه بعد اعلان میکنه بله آیاتی هست در قرآن کریم که اینها جوانها را به این سمت و به آن سمت میکشه، اینها باید از قرآن کریم حذف بشه. اولا اون جوانی که به اون سمتی که تو میگی رفته از قرآن ندانسته، تو هم که از او جاهلتری، اصلا چیزی از قرآن نفهمیدی. و الا اینکه اگر قرآن را درست بفهمی، بهترین کتاب و بهترین نظام و بهترین قانونه. پس بنابراین جناب استاد، اصل اول دموکراسی اینه که قانون و نظام باید نظام زمینی باشه. و قانون را کی تشکیل بکنه، کی تعیین بکنه، کی تعریف بکنه، کی آن را در میان مردم به عنوان یک قانون به وجود بیاره؟ مردم بر خود مردم. ولی در اسلام نظام الهی و حکومت الهی و قانون الهی و آسمانی بر مردم و مسلمان باید حاکم باشه و بر بشریت باید حاکم باشه. آن نظام اسلامی که قرآن تعریف کرده، نه آن نظام اسلامی که یک سیکولر بیای تعریف بکنه، نه آن نظام اسلامی که بیای یک مستشرق آن را تعریف بکنه. نه، از آن نظام اسلامی ما حرف نداریم. نظام اسلامی که خود قرآن آمده تعریف کرده، نظام اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را بناه گذاشتند. خب جناب استاد، اگر از اصل اول بگذاریم بریم به سر اصل دوم، چون وقت محدود است و فکر کنم ما بعد از 10 دقیقه یا 12 دقیقه صحبت های بیننده ها را هم داشته باشیم. جناب استاد اجازه بدین که چون شما وقت در بسیار محدود کردین، 10 دقیقه گفتین، اجازه بدین که فقط یک اصل دیگه را مطرح بکنم. بفرمایید. اصل اخلاقی جناب استاد، اصل اخلاقی. اسلام اصول اخلاقی داره، اصول اخلاقی داره، ضوابط اخلاقی داره، چارچوبه های مشخصی برای اخلاق داره. بله. و اجازه نمیده که شخصی از این چارچوبات بیرون بشه. اجازه نمیده که فردی از این چارچوب اخلاقی بیرون بشه. دین اسلام دین اخلاق. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند، حدیث صحیح است، رسول الله علیه و سلم میفرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق هم آمده، در حدیثی به لفظ دیگری هم آمده، محاسن اخلاق هم آمده. به هر صورت رسول الله علیه و سلم میگن که انما بعثت، جز این نیست که من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را یا محاسن اخلاقی را چیکار بکنم؟ آن را در جامعه تطبیق بکنم. بله. برای تکمیل و برای اتمام مکارم اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شدن. اسلام برای نظام اخلاقی و برای قانون اخلاقی نظام داره جناب استاد، چارچوب داره و ضوابط و قواعد داره. بله. همان نظام اخلاقی که در این گوشه دنیا در شرق باید تطبیق بشه، در غرب هم امانه، فرق نمیکنه. این گونه نیست که نظام اخلاقی را مردم تشکیل بکنن، در یک جای این اخلاق خوبه، در جای دیگه اخلاق بدیه. مثلا جناب استاد، من موضوع همجنسگرایی مثال زدم. امروز در آمریکا به عنوان یک قانون به رسمیت شناخته شده، در بعضی از کشورهای دیگه به عنوان یک قانون به رسمیت شناخته شده. خب بعضی مردم از آن متنفرن، حتی مسیحی ها، حتی غیر مسلمان ها. حتی در خود امریکا ما در برنامه قبلی هم گفتیم که یک بار تحریم شد، به اصطلاح بعد از گرفتن رأی اکثریت باز دوباره تطبیق شد. قانون تطبیق شد. حالا منظورم این البته شراب خوردن بود. حالا جناب استاد منظورم این است که حتی امروز هم در آمریکا این گونه نیست که همه مردم حتی غیر مسلمان ها به این قانون راضی باشن. چون یک صفتیه که حقیقتا حیوانات به این راضی نیستن، چه برسه به انسان ها. حیوان همجنسگرا شما پیدا نمیکنین، ولی انسان همجنسگرا چگونه یافت بشه؟ یک قانون ضد بشری و ضد حیوانی. حتی ایره دموکراسی تایید میکنه. بله، دموکراسی و در چارچوب دموکراسی میتونه که جای داشته باشه. به خاطر این که ما گفتیم معیار اخلاقی نداره جناب استاد. میتونه که در یک جا این اخلاق خوب باشه، در جای دیگه بد باشه. بناهن اونی که بد بر اساس دموکراسی، این هم که خوبه در اساس دموکراسی. مثلا به نظر اونها، مادامی که باز مخالف فکر عامه آنها نباشه. بله. به هر صورت این فکر آمده امروز به عنوان یک قانون به رسمیت شناخته شده. در حالی که ضد اخلاقی جناب استاد، ضد اخلاقی. گفتم که حتی قانونی ضد حیوانی، ضد حیوانی، ضد فطرت انسانی که به جای خود. خب این نظام آمده به عنوان یک نظام خوب به رسمیت شناخته شده. در بعضی از کشورهای غربی به عنوان مثال ارتباط یک دختر با یک پسر خیلی عادیه. ولی در بعضی از کشورها این را خوب نمیپندارن. حتی بعضی از دخترهایی که خودشان را
بعضی از پسرها و دخترهایی که برای خودشان شخصیت قائلن این را به رسمیت نمیشناسن، حتی البته غیر مسلمان ها، حتی غیر مسلمان ها، حتی غیر مسلمان ها. یا یک زن شوهردار با یکی دو تا ارتباط نامشروع داشته باشه، این رو اصلا یک مرد با غیرت نمیپذیره، چی مسلمان باشه چی کافر باشه. و ما نمونه هایش رو فراوان دیدیم. وی صفت فقط در یکی از حیوانات که میگن جناب استاد خنزیر است وجود داره، در بله، خنزیر خوک. فقط بله. خوک، بله. این حس بی‌غیرتی. بله جناب استاد، یعنی حتی انسان حیوانات از این چیز بگم از این حس متنفر و مبرا هستند، چرا سب انسان مگر خوک. چند روز پیشتر یک ویدیویی اتفاقی دیدم، خیلی جالب بود. یک دوربین مخفی بود، این رو ساخته بودن برای عصبانی کردن مردها. مرد با زنش میره، بعد این نفر او را دست زنش را میگیره، کنار یک گوشه استاد میشه، با او راز میگه. این مرد اعصابش خراب میشه، غضبناک میشه، خشمگین میشه که چرا این نفر با زنش حرف میزنه. یعنی ذاتاً انسان ها این گونه با غیرت هستن. حتی کافر اون مسیحیه، زنم بی حجابه، حجاب درستی نداره، معلوم میشه که این مسلمان نیست، ولی اون مرد مسیحی متنفر از این که یک مرد نامحرم، یک مرد دیگه به جلو رویش با زنش حرف بزنه. یعنی اصلا در فطرتشان این وجود داره. بله جناب استاد. اما میبینین که این با عنوان یک اخلاق و با عنوان یک قانون و با عنوان یک نظام خیلی عادیه و در کشورهای اسلامی هم میان که همین را عادی بکنن، چون مسلمان ها بر اساس یک معیار و قوانین و ضوابط و چارچوبه های اخلاقی خاص اخلاق آنها مبتنی است و بنای اخلاقشان بر اساس همان چارچوبه ها گذاشته شده. اسلام آمده برای اخلاق انسان ها ضوابطی را گذاشته. این ضابطه اخلاقی است، این اصول اخلاقی است، این قاعده اخلاقی است. این کار را بکن بر اساس اخلاق، این کار را نکن بر اساس اخلاق نیست. اما در دموکراسی وجود نداره جناب استاد. عادیه. به هر جا میتونه که هر کس یک قانون اخلاقی برای خودش داشته باشه و بر اساس همان فطرت سالم یا ناسالم خودش به هر حال این اخلاق را جایگزین بکنه و مردم هم آن را میپذیرن، مردم هم آن را قبول میکنن و این اخلاق در میان مردم منتشر میشه. پس بنابراین این اصل دوم حالا بر زیر نامهای مختلفی که باز این را جای زدن جناب استاد، به زیر نامهای مختلفی که این را جای زدن، دموکراسی معیار درست اخلاقی و چارچوب اخلاقی برای بشر نداره. در هر جا، در هر شرایط، در هر زمان مسائل اخلاقیش متفاوته و فرق میکنه، نظر به شرایط زمانی و نظر به شرایط مکانی. ولی اسلام در مقابل آن معیار و چارچوبه های اساسی و اصولی برای اخلاق بشریت داره. در شرایط زمانی نداره، شرایط مکانی نداره. اگر 1400 سال پیش هم بوده باید مسائل اخلاقی را مراعات بکنه، امروز هم باید مسائل اخلاقی که اسلام چارچوب برای آن گذاشته باید آن را مراعات بکنه. حالا دشمنان اسلام را که و فرق نمیکنه که در آمریکا باشه، در سعودی باشه، در افغانستان باشه، در ایران باشه، در تاجیکستان باشه، در آلمان باشه، در هر جایی که باشه، اخلاق یک اخلاقه. شما به همین واسطه میبینید امروز چیزی که دشمنان اسلام را غضبناک میکنه و خشمگین میکنه بر سر مسلمان ها اینه که وقت مسلمان ها، مثلا اتفاق مسلمان ها در همه چیز، وقت نماز میشه همه به طرف قبله رو میکنن، وقتی که مسائل اخلاقی مطرح میشه همه چیز به همان اخلاق مزینن. یعنی کسی که واقعا به اسلام خودش ارزش میده، به مسلمان بودن خودش ارزش میده، حجاب در همه کشورها مسلمان ها حجاب دارن و اینها مخالف اینند، خشمگینن که چرا این مسلمان ها در هر جا یک کلام دارن، یک حرف دارن، یک اخلاق دارن، یک روش دارن، یک رفتار دارن و اخلاق هم برگرفته از روش فردی و اجتماعی فرده. متاسفانه استاد در نتیجه فعالیت های شدید دشمن، البته از طریق وسایل مختلف و با استفاده از وسایل مختلف که مهمترینش رسانه هاست، این اخلاق در برخی از کشورهای اسلامی به مرور زمان داره کمرنگ میشه. یکی موضوع رسانه هاست و یک موضوع هم دوری مردم از آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از اسلام واقعی. حقیقتا بعضی از مسلمان ها مبتلا به مرض دوری از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به صورت کلی بگین اسلام شدن، چون این اصول و مبانی اسلام را ترک کردن، متاسفانه به یک جهت دیگری روانند.
بله. به یک جهت دیگری روانند و ما در کشورهای اسلامی به وضوح مشاهده میکنیم که بعضی از مسلمان ها حقیقتا یا فریب دشمن را خوردن یا خودشان فریب شیطان و فریب نفس خود را خوردن و از قرآن و سنت دور شدن. متاسفانه امروز بدبختی های فراوانی در باب اخلاقی هم در میان بعضی از مسلمان نماها مشاهده میشه. خب فکر کنم جناب استاد اصل دوم هم به پایان رسید. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی باز هم یک میان برنامه را با هم میبینیم و بعدش برمیگردیم و انشاءالله شما عزیزان میتوانید پس از این میان برنامه از طریق تلفن های برنامه که زیرنویس میشه با ما نظریاتتان را، پیشنهاداتتان را و سوال هایتان را شریک کنین و مطرح بکنین. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلق لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط و دو اصل دموکراسی که اصل زمینی بودن و اخلاقی بودن آن هست صحبت می کردن و اجازه بدین که در این لحظات از احمد جان کارگردان برنامه خواهش کنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنه تا صدای گرم شما عزیزان را داشته باشیم. خب عزیزان گرامی، جناب استاد هم قسم گفتم داشتن در ارتباط به اصل اول، اصل زمینی بودن و اصل دوم که اخلاق در دموکراسی اصل
اصل یکی از اصول دموکراسی است و بالاخره اخلاق نظر به شرایط و نظر به زمانهای مختلف در نظامهای دموکراسی متفاوت است و تغییر میکنه صحبت کردن. و حالا جناب استاد یک سوالی که میخواستم ایره مطرح بکنم و برخی ها هم ایره دائم بهانه میگیرن، شاید بهانه باشه و شاید هم این باورشان باشه، میگن که وقت ما به نظام دموکراسی باور داریم و نظام دموکراسی را میخوایم تطبیق کنیم، این به این معنا نیست که ما به نظام دموکراسی معتقد هستیم و باور داریم و ای را میپذیریم، بلکه هدف از قبولی از این فقط رهایی از دیکتاتوری است. اما جناب استاد قبل از اینکه من سوال شما را بگیرم اجازه بدین که فکر کنم که خطا کاملا پر است. من صحبت های بیننده ها را میگیرم و بعدش انشالله اگر وقت بود باز دوباره سوال مطرح میکنم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، تلاش کنین بیننده های عزیز و گرامی که از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین و صدای تلفنتان کاملا ببندین. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم برادران عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. صدایتان میشه کمی بلند کنین؟ سلام علیکم برادران عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خود معرفی بکنین. بفرمایید. من عبدالوهاب از تاجیکستان زنگ. برادر گرامی عبدالوهاب بفرمایید، در خدمت شماست. برادر بسیار صحبت های نقص کردیم استادید، من بسیار خوشنود. فقط من بر کمتر چیزها روشنی انداختنی هستم. مسئله میبخشید فاتح، نام شما از خاطرم با من استاد عبدالرحمن فاتح. استاد عبدالرحمن فاتح، مسئله همه حکم از الله کتایشان من یک سخن را میگم. در یکی از کتاب های کهنی انجیل مسیحی آمده است که حضرت یعقوب علیه السلام میگویند که قدرت و حکومت از اولاد یهود تا اون دم نمیرود که تا او نآید، یعنی پیغمبر آخرت زمان. یعنی این پیغمبر آخرت زمان قانونگذار گفتنی در همون کتاب گفتنی هستند. این مسئله دین حقانی حکم از روی دین شدنش همین کتابای کهن اثبات شده. مسئله دموکراتی از کلمه یونانی گرفته معنیش حکومت حق خلق را دارد، لیکن در اصل نگاه کنیم این حکومت دموکراتی را آن دولت های ابرقدرت به فایده خود گردانده آنچه سیاستی که میخواهند گرچنده که ضد خلق باشد از جهت رکلام خود همون خواستگی سیاست خود را میگذارند. در مسئله طاغوت این اگر مثال بگیریم در افغانستان یا تاجیکستان یا ازبکستان، اگر یگان راهبر یگان قانون اسلامی اجرا میکردگی شود، اون ابرقدرتان نمیگذارند که این خیلی راهبر در سر قدرت ماند. در یک طول معین باید هرچی بخونه همین خیلی از سر قدرت میگیرند که خود همه آدمان افغانستان بنشند. درست است. تشکر. یا شود. تشکر برادر گرامی عبدالوهاب. واقعا حتی به دموکراسی که خودشان بانیش هستند و خودشان مجریش هستند هم باور ندارن، درست او را تطبیق نمیکنن و به نفع خودشان جهت‌دهی میکنن. چنانچه شما اشاره کردین وقت یک قانون اسلامی در یک جای بر اساس نظام دموکراسی هم تصویب میشه، از او هراس دارن و میترسن و مانع تطبیق او میشن. تشکر. بیننده بعدی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من نادر هستم از افغانستان. از شما هم سلام است برادر عزیز. تشکر. خب برنامه خوب شما. سلامت باشین. بفرمایید. دی شب ها ما از طریق چینل رسال حق برنامه شما را خصوصا همین برنامه دوستازی اندیشه را نشدیم. متاسفانه که در افغانستان ما که چون کشور اسلامی بعد اشخاص خودفروخته و دین فروش
در بعضی از رسانه‌های مزدور در افغانستان بشارات می‌کنه اینمی به جدایی دین از سیاست تبلیغ میکنن. چنانچه یک عده اشخاص گفتن که موضوع حکمیت در اسلام به معنای داوری است. موضوع حکمیت چی گفتین؟ یعنی گفتن که موضوع حاکمیت اسلام یا حاکمیت نظام اسلامی در اسلام به معنای داوری است. اسلام باید داوری کنه نه حاکمیت کنه. بله. از اینکه شما این برنامه‌های خیلی مفید پخش میکنید. جهان تشکر و خداوند بر شما توفیق میکنه. تشکر برادر گرامی، تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم. الو سلام. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنید؟ سلام خوب هستید؟ خسته نباشید. من سوال داشتم خدمتتون، یه سرود خیلی زیبا خوندین. خیلی من دوستدار برادر گرامی اجازه میتین من از ابتدای برنامه خواهش کردم که فقط میتونین در چارچوب موضوع برنامه هر گفتنی دارین صحبت کنین، چون بیننده های زیاد پشت خط هستن، نمیخوایم که وقتشان تلف شه. بفرمایید اگر گفتنی در ارتباط به موضوع برنامه دارین. ببخشید اگه ناراحت میشین. خواهش میکنم، ناراحت نشدم، چون من توضیح دادم برادر گرامی، چون بیننده های زیاد پشت خط هستن، اونا هم منتظر هستن که حرف دارن در ارتباط به من. بفرمایید. فقط یه سوالم اگه در مورد سروده خواستم یه چیزی سوال کنم از آقا اونجا. نه برادر گرامی، چون میان برنامه ها اگر ما قرار باشه که بیایم در ارتباط به هر میان برنامه و هر سرود صحبت بکنیم، پس موضوع گذاشتن و عنوان گذاشتن برای برنامه معنایی نداره. تشکر از شما بیننده گرامی. من خواستم بگم که من خب میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ از تاجیکستان علی محمد هستم. بفرمایید. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیز بزرگوار عبدالرحمن فاتح و از ایشان التماس دعا نیز دارم. واقعا در موضوعهای مهمی را شما در بازسازی اندیشه در برنامه خوب هست. عموما برنامه‌های 27 همگی هم خوب هستند و درجه اعلا بها دادن ممکن است، لیکن همین رو قید کردنی بودم که آزادی در دموکراسی فقط در فحشا است، فقط در گناه کردن، در معصیت کردن آزادی است. در دین و در عقیده و در جای کارهایی که خیر هست آزادی در این نیست. البته همه وقت میخواهند که این گونه انسانایی که برای راست و عقیده نیک خود را از جهت از طرف اسلام اندیشه‌های خود را و کارهای خود را پیش برند، هیچ وقت نه حکومت میگذارد نه بعضی از ملاهای خودکام نمیگذارند که انسان‌ها عقیده و روش اسلام را، روش پیامبر صلی الله علیه و آله را در میان بگذارند و دعوا میکنند که آزادی هست که در دموکراسی است. دروغ است. این آزادی اساسی در اسلام هست. از برنامه خودتان تشکر میکنم. سلامت باشین برادر گرامی. علی محمد از تاجیکستان به نقطه بسیار مهم اشاره کردن. جناب استاد گفتن که آزادی فقط در دایره پخش فحشا و منکرات تطبیق میشه، نه در عرصه‌های دیگر. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین. سلام خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بنده عبدالله هستم، از ایران تماس میگیرم. عبدالله از ایران، بفرمایید. من دو تا صحبت داشتم خدمت شما عزیزم. این برنامه چند هفته اخیرتون رو من دارم میگم. برادر گرامی عبدالله عزیز، انشالله که صحبتتان در ارتباط با موضوع برنامه باشه. بله، در همین موضوع اجازه بفرمایید. بفرمایید. چند 30 ثانیه بیشتر وقت ما رو نمیگیرم. بفرمایید. یک چیز قبلی در مورد پلورالیسم بود و الان در مورد دموکراسی. من اگر اجازه بدید کلی بین این بزنم که یک خطی استیفانی داشته باشم.
که انکار در اول میان که انکار پلورالیسم به قول معروف همون ابتدای اختلاف و دشمنی و درفتی خود. پس باید لااقل ما این رو بپذیریم برای جلوگیری از خونریزی، اون خونی به خدای عالم تردد نداره به خونریزی که چقدر حرمت داره که اگر یک نفر بکشه این داد بکدید. خب بیایم این پلورالیسم ما برای بابی بهش برای گفته این از اون، چون اینو من رفت دادم. فقط در مورد دموکراسی رفت هم به اون نیست. این دموکراسی که الان تو دنیا داره رفتی به اخلاق در احجاب در جامعه اسلامی داره که همه حق رأی داشته باشه، بتونن صحبت کنن، نوع تفکر دین خودشون رو آزاد کنن. این اصل اسلامیه. همین اسلامی که ما ازش دم میزنیم قائل به اینه. آقا خود شما برادر گرامی آقای عبدالله برنامه را از ابتدا مشاهده کردین؟ من برنامه رو دوباره ابتدای برنامه که شروع شد نه متاسفانه دروغ. یعنی فقط ما در دموکراسی فقط در دایره ازی میچرخه که ما با مخالفا گفتگو کنیم فقط؟ نه عرضم این نیست. اشتباه برداشت نشید. من گفتم که هفته قبل هم دنبال کردم این جلسه‌تون رو ابتداشون ندیدم و عرضم این نبود که هم راجع به پلورالیسم هم اصل سخن من اینه. چرا باید تو ما صحبت کنیم و برداشت بشه به این که این مسلمان‌ها با همه چیزی که در دنیا داره مخالفن. هر اسمی که شما جدید باشه و بخواهید خدمت رو به بشر ارائه بده، اینا میان اون بدشو در میارن میگن خب این بده این بده این بده ما به این مخالف. چرا باید به نام با مخالف ما شناخته بشیم؟ من بحثم اینه. ما میگیم دقیق انگشت چیزهایی بدن و میگیم چون این بدی داده پس ما باید از پلورالیسم دوری کنیم، از خدمت شما دموکراسی به این معنایی که آیه خود فرمودن دوری کنیم فلان فلان. ما باید خوبش رو بسید عادلت کنیم، فرهنگسازی کنیم در دل جامعه اسلامی و اتفاقا اگر بتونیم این نوآوری داشته باشیم و به بشریت. چرا فقط مخالف؟ درست. برادر گرامی عبدالله عزیز پیامتان گرفتیم انشاءالله رویش استاد گرامی انشاءالله تعلیق خواهند کرد و جواب ارائه میکنند. تشکر از شما. متشکرم. سلامت باشین برادر گرامی. بیننده بعدی سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید در خدمت شما هستیم. از کجا صحبت میکنین و خود معرفی بکنین؟ ما از تاجیکستان زنگ میزنم، سبحانی نامم. خب بفرمایید برادر گرامی. من هستم که همین روزهای نزدیک من با همراهی دخترم رفته برای پاسپورت گیری رفته بودم. میگی پاسپورت اینستال بود. همونجا بیننده گرامی من نفهمیدم، درست پای نبردم به صحبتتان، نفهمیدم که چی میخواین بگین. موضوعتان چی ربطی به موضوع برنامه داره؟ موضوع همین که همون روی مال سرشگی دخترم گفتن که گیرید اثر است. دخترتان چی گفتن برادر گرامی؟ روی مال اثر است بگیرید. بله دولت اسلامی نیست، دولت دموکراتیک گفتن. درست پیامتان گرفتیم برادر گرامی. آمده با علما مراجعت کردم که همین خیلی مگر علما ها گفتن که حکمی پاشو واجب گفتن. حکمی پاشو واجب کدام درجه؟ همین یا حدیث آمده که در همین مثلا. تشکر. خب سلام. خب یک بیننده دیگر هم میگیرم به عنوان بیننده آخر احمد جان. بیننده آخر السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. میخواستم که سلام عرض کنم خدمت جناب استاد. خود معرفی نکردیم برادر گرامی، اگر میشه خود معرفی بکنین. بنده صادقیار هستم از تهران هستم. بفرمایید برادر گرامی صادقیار. اصلا خدمت شما با استاد گرامی که به تازگی کتاب بازگشت اسلام نوشته جناب علامه منصور هاشمی من خوندم که ایشون در رد تقلید از اکثریت
همونطور که معتقدم دموکراسی وجهی در اسلام نداره، اعتبار اجماع رو هم رد میکنن. میگن که شمول اجماع بر رأی پیامبر و خلفایشون حتی که وقتی قطعیت داره که اول اجماع احراز بشه، رأی پیامبر و خلفایشون رو در بر بگیره، در حالی که اصل وجود اجماع مبتنی بر استقرار ناقصه که طبق فرمایششون مفید ظنه و در نتیجه معتبر نیست. ولی خب نظر جناب استاد رو در این باره بدونم. سلامت باشین برادر گرامی، پیامتان گرفتیم. تشکر از شما. تشکر. خب از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که مشارکت داشتن تشکر میکنم و از بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط منتظر هستند و نتانستیم باز هم به دلیل ضیقی وقت صدای گرمیشون را داشته باشین معذرت میخوایم. انشالله که در برنامه آینده مشارکت داشته باشن. خب جناب استاد برمیگردیم به استودیو و خدمت شما. اگر در ارتباط با صحبت های بیننده های عزیز و گرامی صحبت دارین، یکی از بیننده فکر کنم این موضوع رو مطرح کرد که برخی ها میگن که فقط اسلام حق حکمیت، حق داوری را داره درباره قوانین، نه حق قانونگذاری. اگر من درست گرفته باشم مطلب جناب استاد، مادامی که اسلام حق حکمیت را داشته باشه، این افرادی که حقیقتا اعلان میکنن و این فردی که اینها گفتن یک عجوبه، من این را میشناسم. خب به هر صورت یک روز یک چیزی بوده، امروز یک چیزی شده، بلای شده که اصلا خود آله دست دشمنان شده. متاسفانه در بعضی از شبکه‌های داخلی افغانستان شروع کرده به شبهه پراکنی. حقیقتا این فرد رو ما درست میشناسیم که از کجا هست، چی کاره هست و قبلا چی بوده و امروز چی شده. به هر صورت به این کار نداریم. اما این حرفش بچگانه جناب استاد که اسلام برای حکم، یعنی حقیقتا اگر این حرف درست باشه، پس حکومت رسول الله علیه السلام، حکومت خلفای راشدین، بعد از آن اسلام آنچه که آمده در آیات قرآن کریم برای قانونگذاری و برای نظام و برای ترتیب دولت و برای، ما گفتم که کل مسائل موجوده، یعنی کل مسائل رد بکنین به خاطر که دموکرات ها و بادارهای خوشحال بشن. میگه یعنی اسلام حکمه، داوره. بله درسته، از جمله معانی حکم به معنای داور، درسته، داوری. خب همین که داوری بکنه اسلام، همین که داوری بکنه خودش قانونگذاریه. همین که در میان احکام و در میان قوانین اسلام بیایه حکم بکنه و داوری بکنه، به چی داوری میکنه؟ به همه درسته یا این که نه باطل را از حق جدا میکنه؟ بدون شک. خب داور برای این نمیه که دیگه کل هر دو طرف بگه بله شما هر دو تا راست میگین، بیاین برین دنبال کار. حتما اسلام از طریق آیات قرآنی و از طریق احادیث نبوی دو مرجع و دو منبع اصلی تشریع اسلامی به داوری میپردازه. بله و این حرف ما هم داوری کردیم، آمدیم قواعد دموکراسی را. بله کلا جناب استاد این حرف یعنی حرف بسیار بچگانه و حرف بسیار بی منطقیه که یک فردی به هر حال با این که ادعای بالا داره بیه همچون حرفی بزنه. خب بیننده بعدی ما عبدالله از ایران به دو نقطه اشاره کردن. جناب استاد به پلورالیسم گفتن، اشاره کردن که گفتن ما میتونیم از این طریق باب گفتگو را با طرف مقابل باز بکنیم، فکر کنم و از خونریزی جلوگیری شود. و ایرم سوال کردن که چرا باید ما با هر اسم جدید و با هر فکر جدید مخالفت بکنیم و به حیث مخالف شناخته شویم و چرا باید یک فکری که برای بشریت یک خدمت را تقدیم میکنه او را نپذیریم و رد کنیم، همواره مخالف باشیم. یعنی حقیقتا این برادر بزرگوار ما یک شبهه به هر حال در ذهنشان، بنده به ایشان حسن ظن دارم. اما این حرفشان ما در برنامه پلورالیسم در دو قسمت که صحبت کردیم این شبهه را جواب دادیم در اونجا که اسلام مخالف گفتگو نیست. اسلام مخالف گفتگو نیست، ولی شاید برادر عزیز ما درست معنای پلورالیسم ندانستن که همان معنای تکثرگراییه، که یعنی ما همزمان که به اسلام عقیده و باور داریم به ادیان دیگه هم باور داشته باشیم، همچنان که به دین اسلام به عنوان نظام الهی نگاه میکنیم، به عنوان نظام روح بخش نگاه میکنیم و به عنوان یک نظام نجات دهنده نگاه میکنیم، به نظام های دیگر و به قوانین دیگر و به ادیان دیگر هم نگاه بکنیم. اسلام دین گفتگوه، بدون شک رسول الله علیه السلام با مسیحی ها گفتگو کردن. آیات قرآن فراوانه. به عنوان مثال برند برادر بزرگوار ما سوره آل عمران مطالعه بکنن، وقتی که بخوانن که رسول الله علیه السلام با مسیحی ها یا نصرانی های نجران با آنها بحث و گفتگو داشتن.
آیات قرآن کریم در این مورد فراوان. الله متعال میگه دلایل میگه، دلایل آنها را رد میکنه. رسول الله علیه السلام با آنها گفتگو بحث و مناظره داشتن و حتی اسلام میگه برای گفتگو قواعد میگذاره که وقتی شما گفتگو میکنین با گفتگوی احسن، بهترین روش شما گفتگوی نیک با مسیحیت و با اهل کتاب بکنید. و به همین ترتیب آیات قرآن کریم در این مورد فراوانه و اسلام ما را از گفتگو منع نمیکنه. جناب استاد، اسلام ما را از این منع میکنه که ما همزمان که اسلام را حق میگین ادیان دیگر را هم حق بگین یا به معتقد به راههای مستقیم باشیم، بلکه اسلام یک راه مستقیم گذاشته و قرآن کریم هم میگه و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، این راه راست من است، شما از آن متابعت کنید. ولا تتبعوا السبل، راههای پراکنده دیگر را، راههای دیگر را، یک راه را پیروی کنید، نه راههای پراکنده و راههای فراوان را. یعنی این آیه کلا بله این راه کاملا درسته. اما ای که برادر بزرگوار ما گفتن شما با کلمات جدید مخالفین، نه ما با کلمات جدید مخالف نیستیم، با مفاهیم کلمات جدید. این کلمات جدید را کی گذاشته و هدف از گذاشتن این کلمه چی بوده و کدام دستاورد خوبی دموکراسی جناب استاد، کدام دستاورد خوبی در کشورهای اسلامی دموکراسی داشته. شاید این حرف برادر ما درست باشه که دموکراسی برای کسایی که نظامی ندارند، بله درسته، اما ما به عنوان یک مسلمان مادامی که جناب استاد یک نظام غنی و فرهنگ غنی و کامل داریم، چه نیازی به دموکراسی داریم؟ اصلا نیازی به دموکراسی باقی نمیمانه. بله درسته، مادامی که یک جامعه، یک مردمی، یک گروهی که نظامی نداشته باشند، قانونی نداشته باشند برای درست زندگی کردن، برای سیاستشان، برای تمام مسائلشان، درسته شاید اونها اگر دموکراسی را قبول کنند به هر حال به کل مسائل و اصول دموکراسی شاید بعضی ها با عقلشان برابر بیه، بعضی ها موافق باشه یا نباشه، خلاص عمل میکنن. اما مسلمان و اسلام، ما به عنوان یک مسلمان هدف ما اینه که اصلا به معنای خوبم که دموکراسی را بگیرین. ما نیازی به همین دموکراسی شما نداریم، ما غنیم الحمدلله. الحمدلله فرهنگ درست داریم، نظام درست داریم، حکومت درستی داریم، یعنی بر اساس قرآن منظورم هست. بله. قانون اساسی درستی داریم، ما چی نیازی به دموکراسی داریم؟ جناب استاد مادامی که من توش نباشم، مادامی که من سیراب باشم، چه نیازی به آب دارم که باز از جای دیگه آب بگیرم؟ مادامی که داخل خانه‌ام آب دارم، چرا از جای دیگه آب بگیرم؟ مادامی که همه چیز برای من موجوده، همه چیز خودم را دارم، چه نیازی دارم که دست گدایی به طرف دیگران دراز بکنم که تا از داخل کلیسا یک کسی بیای پیدا بشه برای من نظام بتراشه؟ ابداً. الله متعال میگه لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر کسی یک شریعت و یک روشیه. ما مسلمانیم روش خاص خود را داریم، فرهنگ خاص خود را داریم، هیچ نیازی نداریم برادر بزرگوار. از غرب و از کلیسا ما نظام بگیریم برای حکومت داری، نظامی که امروز به شکست مواجه شده. حقیقتیه که امروز دموکراسی به شکست مواجه شده. خب جناب استاد، برادر دیگری از تاجیکستان در ارتباط با ای که از طاعت از پادشاه یا طاعت از حاکم محدودش گسترده است، یعنی هر حرفی که باید حاکم و پادشاه زد باید ما بپذیریم، در تاجیکستان گفتن جناب استاد بعضی علما میگن طاعت واجب است، اما این طاعت مقید هست. جناب یعنی استاد وقتی که ما در قرآن کریم واجب است، در قرآن کریم وقتی که مراجعه میکنیم، الله سبحانه و تعالی چی میگه در سوره مبارکه نساء؟ میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولا اطاعت کنید ای مؤمنین، اطاعت کنید الله را، اطاعت کنید پیامبرش را و اطاعت کنید اولو الامر را. حالا به اختلافی که در میان مفسرین هست که اولو الامر علما هستن یا اولو الامر، خب به هر حال بگیرین حاکم بگیرین. اولو الامر منکم، این قید اوله. اولو الامر منکم، اولو الامر که از خود شما مسلمان ها باشه، نه اولو الامر که دموکرات باشه، اولو الامر که به سوی غیر خدا امر بکنه و دستور بده. فردی که میای همچون حرفی میزنه که از همچون فردی که در مورد حجاب بی حجابی دستور میده. حجاب یکی از احکام الهی است که الله متعال در قرآن کریم گفته یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یا آیات دیگری که در مورد حجاب آمده، الله سبحانه و تعالی دستور میده زنان مسلمان را به حجاب. یک فردی میاد دستور میده که تو حجاب را بگذار، یک عالم، و والله قسم جناب استاد اینها عالم نیستن، اینها شیاطینی هستند که همان بلعم با اورایی که در قرآن کریم داستان او آمده، اینها مثل همونهایند.
بر اساس اعمال شیاطین مزین میسازن. دقیقاً هدفشان اینه جناب استاد. این آیه قرآن کریم اولا، حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حتی امام ترمذی رحمه الله در کتاب خود فکر کنم لا طاعت لمخلوق، بله این هست، روایتی هست در مورد. امام ترمذی رحمه الله بابی گذاشته در کتاب خود در سنن ترمذی، حدیث هم صحیحه، ولی در این باب نام باب هست باب ما جاء لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. بعد آمد روایتی در اینجا امام ترمذی رحمه الله آورده، چی میگه؟ رسول الله علیه و السلام گفتن، حدیثی که حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه. این حدیث رو برای افرادی میخوانم که خودشان را عالم میگن، که حقیقتا من بنده معتقد نیستم که اینها عالم باشن، چون عالم کسی که به علم خود عمل بکنه، و الا که شیطان بزرگترین عالمه. اگر به فهم باشه شیطان بزرگترین عالمه، ولی مادامی که فرد به علم خود عمل نمیکنه یک شیطانه و روش شیطان پیش میگیره. رسول الله علیه و سلام میگن السمع و الطاعة علی المرء المسلم فيما احب و کره ما لم یؤمر بمعصیة. میگن سمع و طاعت از ولی امر جایی است که شخص دوست داشته باشه و دوست نداشته باشه باید آن را پیروی بکنه. تا چه زمانی؟ ما لم یؤمر بمعصیة، مادامی که به گناه امر نکنه، به گناه دستور نده. فإن امر بمعصیة فلا سمع علیه ولا طاعة. اینجا دیگه اطاعت از اول الامر نیست، این اول الامر شیطان شده، شما را دستور میده به سوی چیه؟ به سوی ترک حجاب، به سوی ترک احکام الهی، به سوی تشویق کردن به سوی محرمات. در این صورت مادامی که جناب استاد این گونه باشه، هر کس که میگه سمع و طاعت برای همچون فردیه، این فرد خودش یا اسلام رو نفهمیده یا شیطان تمام عیار بلعم و با اورایی در دین اسلامه. تشکر جناب استاد گرامی. فقط بیننده آخر سوال کردن، ما اگر سوالشان دقیق یا پرسشان دقیق فهمیده باشم، گفتن رد اکثریت در نظام دموکراسی که ما میگیم اکثریت رد میکنیم، میگن برخی آمدن ایره گفتن که همون منطبق میشه بر رد اجماع را هم رد میکنن. نه من دقیق نفهمیدم حرفشه. جناب استاد اگر بحث اجماع باشه، من چنانچه که از حرف برادرم فهمیدم، عزیزی که این حرف را زدن، وقتی که اسلام آمده موضوع اجماع را مطرح کرده، برای آن ضوابط و شرایطی گذاشته. این گونه نیست که در اجماع باز باشه هر کافر و مسلمان و یهودی و نصرانی بیای بگه بله اجماع امت شد. اولا در اجماع مؤمنینه، اجماع مؤمنین. الله سبحانه و تعالی علماء یا فقط مؤمنه؟ یعنی نه، منظور من یعنی اول شرط اول این که مؤمن باشه، نه که عالم نصرانی عالم یهودی هم بیه در جمع اونا، مثل که در نظام دموکراسی وجود داره که وقتی رأی به اکثریت یک یهودی و مسلمان رأیش یکیه، فرق نمیکنه هر دو تا حق رأی دارن و همون حق رأی حساب میشه. خب بحث من اینجاست جناب استاد. الله متعال در سوره مبارکه نساء چی میگه؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. الله میگه کسی که نافرمانی و دوری بکنه از الله سبحانه و تعالی، از روشی که الله و پیامبر گذاشته، و سبیل المؤمنین، راهی که مؤمنین آن را انتخاب کردن، که از این آیه علما استنباط میکنن بر اجماع امت. یا وقتی رسول الله علیه السلام میگن لا تجتمع امتی علی ضلاله، منظورشان امتشان هست، نه که یهودی و نصرانی هم بیه. اصلا این دوتا با هم جناب استاد فرق میکنه. در باب دموکراسی گفتیم که مسلمان و غیر مسلمان، فاسق و غیر فاسق، عالم و غیر عالم، همه حقشان یکیست. رأی به اکثریت جهت جهال هم که باشه به طرف اونهاست، ولی در اجماع این فرق میکنه، از خود شرایط خاصی داره. تشکر جناب استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم در این برنامه همراه با ما و بیننده های عزیز و گرامی بودین و دو اصل دموکراسی را در پرتو آیات قرآنی و احادیث نبوی به بررسی گرفتین. تشکر میکنم از شما در آخر برنامه و همچنین از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنم. همچنین فراموش نکنم که از کارگردان های عزیزی که خیلی زحمت میکشن، از اونها هم تشکر ویژه داشته باشم. من عموما در هیچ برنامه متوجه نشدم که باید از اینا تشکری میکردم، در هر برنامه متاسفانه دائما فراموش میکنم. خب بیننده های عزیز و گرامی، تا برنامه دیگر و تا دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای به همتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.